و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله، سلامت باش، زنده باش، وقت سر بلند باش، خدا نگهدارت باشد. و روى الطبراني في معجمه الصغير عن انس بن مالك رضي الله عنه قال، انس بن مالك فرمودند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لمعاذ رضی الله عنه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای معاذ بن جبل گفت که الا اعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل احد دینا لاداه الله عنك. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که ای معاذ، من تو یک دعای می آموزانم که اگر به همون دعا کنی، اگر در بالات در دوشت اگر مثل کوی احد یا کوی بزرگی کلان قرض در گردنت باشد، خداوند همون قرض برای تو آسان میکند. یعنی از خداوند اداش میند. ادا کردن خدا همین است که آسان میند، که یگان آسانی بهتر میکند که همون قرض ادا کنی. یک یگان کس یاردان میند، یک یگان کس خواسته راهاش بهتر خداوند آسان میکند، راههای ادا کردن قرض. قل یا معاذ، گفت که بگو ای معاذ، اللهم مالک الملک، ای بار خدایا تو مالک ملک هستی، دارنده همه ملک هستی. تؤتی الملک من تشاء، و همون ملک به کسی را خواهی اداش میکنی، میدهیش. و تنزع الملک ممن تشاء، و از کسی خواهی همون ملک میگیری، از کسی خواهی میگیریش، میکشی میگیریش. و تعز من تشاء، و کسی را خواهی عزتمندش میکنی، غالبش میکنی، عزتش میکنی. و تذل من تشاء، و کسی را خواهی خار میکنی، ذلیل میکنی. بیدک الخیر، همه خیر، همه نیکی ها در دست توست. انک علی کل شیء قدیر، هر آینه تو به همه چیز توانا هستی. رحمان الدنیا والآخرة و رحیمهما، تو رحمان الدنیا هستی و آخرت هستی، رحمان دنیا و روز آخرت هستی. و رحیمهما، رحمان یعنی که همون بخشنده و مهربان، و رحیمهما و عفو کننده همون دنیا و آخرت هستی. یعنی گناهار در دنیا و آخرت، در دنیا عفو میکنی، و روز قیامت بنده هاش مهربانی میکنی و چی میکنی، از آتش دوزخ رها میکنی. تعطیهم من تشاء، همین کلمه رحمان و رحیم، عفو و مغفرت و چیزی که هست مهربانی به کسی رخای اداش میکنی. و تمنع منها من تشاء، و من میکنی، همین باز میداری رحمتی خطا و رحمانی خطا از کسی خواهی. ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک، ارحمنی، مرا رحم کن، مرا مغفرت کن، عوف کن. رحمتی کی تغنینی، یک رحمتی، یک مهربانی کی، یک عوفی کی، یک بخشایشی کی، بخشایشی کی من از رحمت دیگران و مرا همون رحمتی که تو میگی سود بخشد و دیگر به یگان کس، به یگان رحمت یگان کسی در این دنیا احتیاج نداشته باشم. والله تعالی اعلی و عالم. امام البانی صحیحش میگه در صحیح ترغیب.